رفقا، خوش اومدید به پارت 2 دوچرخه. من داخل پارت قبلی خودتون که مشاهده کردین من 2 تا چراغ خریدم براش واسه تایرها رو باز کردم و شستمش. داخل این پارت من یه سرزینی براش خریدم و میخوام دوباره بشورمش، دوباره کثیف شده. داخل پارت قبلی من یه چراغ شبتاب خریدم و گذاشتم بهش، ولی دوربین اسکوپ نکرده بود. آخر ویدیو هم خودتون مشاهده کردین که گفته بودم که اینطور شده. حالا من میخوام این سرزینی رو بذارم بهش و با این کهنه بشورمش. بریم که انجامش بدیم. همونطور خودتون که دارین مشاهده میکنین اصلا زینش نابود شده، برای همین یه سرزینی خریدم براش. اینطوره. خودتون نگاه کنید. من سرزینی رو بهش وصل کنم. الان شد یه اسب سیاه خوب. این هم امضای رونالدوه. خب حالا میریم که بشوریمش. همونطور که میبینید من این پارچه رو خیس کردم و میخوام بسابم به بدنش. بعدش مایع میزنم به پارچه و دوباره میسابم، بعد میشورمش. دیگه تمیز میشه، تمیز. خیلی کثیفه. من الان مایع زدم به این، دارم میسابم. حالا میریم که با آب بشوریمش. خب من الان شستمش، حالا میریم که پلاستیک بکشیمش. قبل از اینکه پلاستیک بکشیم میخوام یه چیزی نشونتون بدم. اینو میبینید؟ من این رو داخل پارت قبلی وصل کردم که دوربین متاسفانه اسکورت نکرده بود، برای همین الان دارم نشونتون میدم. این نور چیزی یا همین جوری حرکت کنم روشن میشه. خودتون هم نگاه کنین، الان نور میخوره بهش، روشنه. با کل این پلاستیکا میخوام پلاستیک بکشم روش، دیگه خاک نگیره. میریم که شروع کنیم. اول این پلاستیک رو میارم میکشم روی فرمون دوچرخه. یه پلاستیک دیگه میاریم واسه اون طرفش. این خوبه. نه این کوچیکه. این خوبه. میریم واسه این که پلاستیک بکشیمش. با این میخوام پلاستیک بکشیم. دو تا پلاستیک فریزری هم میارم واسه یه پایدونا. مشاهده کنید، میخوام پایدونا رو پلاستیک فریزری بکشیم. پلاستیک بکشیم به تنش. یه پلاستیک دیگه نیاز داره که اینه. آها الان خوب شد. حالا اینم میارم واسه یه نگاه کنید، واسه یه زین. جکشم با یه پلاستیک فریزری دیگه میخوام بپوشونم. نگاه کنید خودتون، این جکشه، میخوام با پلاستیک فریزری بپوشونمش.
خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من یه تصویر کلی از دوچرخه نشونتون میدم. پلاستیک کشیده، تمیز، قشنگ. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنید که اگه ویدیوی دیگه اومد حتما با خبر بشین. خدافظ.